دومین اتحادی که در حل معادله درجه دوم به ما کمک میکنه اتحاد مزدوجه. اولا به دو عبارت دو جمله‌ای مزدوجه هم میگیم هرگاه در علامت بین دو جمله با هم اختلاف داشته باشند. آمنهای به یک عبارت دو جمله‌ای هست. علامت بین جمله هاش تفریقه. حالا مزدوجه این عبارت میشه عبارتی با همون جمله ها ولی علامت بین جمله ها به علاوه است. اتحاد مزدوج بیان میکنه هر وقت دو عبارت مزدوج در هم ضرب بشه حاصل این ضرب برابر است با مربع جمله اول منهای مربع جمله دوم. معمولا تجزیه عکس اتحادها هست. ما در اتحادها عبارت طرف اول داریم به عبارت طرف دوم میرسیم. در تجزیه عبارت طرف دوم به من میدن انتظار دارن مشخص کنم ضرب چه عبارتهایی یا توان چه عبارتی شده این عبارت طرف دوم. خب اتحاد مزدوج راهنمایی میکنه هر وقت من با یک عبارت دو جمله‌ای روبرو بودم که هر دو جمله مثبت بودند و علامت بین دو جمله تفریق، این عبارت دو جمله‌ای قادرم به صورت حاصل ضرب دو پرانتز بنویسم که در یکی از پرانتزها مجموع جذرهای این دو جمله را قرار دادم، در پرانتز دوم تفاضل جذرهای این دو جمله قرار گرفته. خب حالا اگر تصادفاً این عبارت دو جمله‌ای طرف اول معادله‌ای باشه که طرف دومش صفره، میشه طرف اول به صورت ضرب دو پرانتز بنویسم، یعنی طرف اول تجزیه کنم، بعد با مساوی صفر قرار دادن هر پرانتز به یکی از ریشه ها دسترسی داشته باشم. مثال x2 منهای 9 مساوی صفر، هم x2 مثبت هم 9. علامت بین x2 و 9 هم که تفریق هست. پس اتحاد مزدوج کمک میکنه من این عبارت به صورت ضرب دو تا پرانتز بنویسم. همینجور که میبینید دو تا پرانتز باز کردم، تو یکی از پرانتزها جمع جذرهای این دو جمله رو نوشتم، تو یکی تفاضل جذرها. حالا ضرب دو پرانتز شده صفر، یا اولی صفر بوده یا دومی. از مساوی صفر قرار دادن اولی x3 و از مساوی صفر قرار دادن دومی x مساوی منفی 3 شده. اتحاد دیگه که کاربرد خیلی زیادی داره، حتی میدونه جایگزین اتحادهای اول دوم و اتحاد مزدوج بشه، اتحاد یک جمله مشترک هست. در اتحاد یک جمله مشترک حاصل ضرب دو پرانتز که دارای یک جمله مشترک هستند به یک عبارت درجه دوم تبدیل میشه. بگیم به یک عبارت سه جمله‌ای تبدیل میشه که جمله اولش مربع جمله مشترکه، جمله دومش حاصل ضربی از مجموع دو جمله غیر مشترک در مشترکه و جمله سوم حاصل ضرب دو جمله غیر مشترک. حالا دقت کنید یکی از جمله ها مشترکن. اگر جمله های غیر مشترک مساوی هم باشن اتحاد اول یا دوم به دست میاد. اگر قرینه هم باشن همون اتحاد مزدوج به دست میاد یا همون اتحاد مزدوج. این هست که میگیم اتحاد یک جمله مشترک اتحادهای قبلی در حقیقت تحت پوشش قرار میده. خب حاصل ضرب پرانتز x به علاوه a در پرانتز x به علاوه b هست x2 به اضافه a به علاوه b در x، یعنی حاصل جمع دو جمله غیر مشترک در مشترک به علاوه a که میشه ضرب دو جمله غیر مشترک. حالا این اتحاد کمک میکنه وقتی من با یک عبارت سه جمله‌ای روبرو هستم که یکی از جمله ها
مربع یک جمله است. جمله دوم مظهری از جذر جمله اوله و جمله سوم هیچ وابستگی به جمله های اول و دوم نداره. میدونم برای تجزیهش از ابطال یک جمله مشترک استفاده کنم. کافیه 2 تا پرانتز باز کنم، جذر جمله اول در هر 2 پرانتز بنویسم، بعد به ضریب جمله دوم نگاه کنم و همچنین عدد ثابت معادله. دنبال 2 عدد بگردم که حاصل ضربشان عدد ثابت و حاصل جمع اونها ضریب جمله دوم. این 2 جمله رو با علامتی که دارن، یعنی اگه مثبتن با به علاوه، اگه منفیان با منها، کنار ایکس بنویسم. به این وسیله من قادر به تجزیه عبارت 3 جمله‌ای شدم. البته قبل از این کار در حل معادله درجه دوم بهتره طرفین به ضریب اولین جمله تقسیم کنیم تا ضریب اولین جمله همیشه 1 باشه. معادله 3x منهای 21 x به علاوه 30 مساوی 0. اول طرفین به 3 تقسیم میکنم. به معادله x منهای 7x به علاوه 10 مساوی 0 میرسم. 2 تا پرانتز باز میکنم، x در هر 2 پرانتز بنویسم. x چیه؟ همون جذر جمله اوله. از جذر جمله اوله تو هر 2 پرانتز بنویسم. بعد دنبال 2 عدد میگردم که ضربش 10 و جمعش منفی 7 باشه. اعدادی که ضربشان 10 باشه چون 10 مثبت هم علامتن. حالا چون جمع این 2 عدد منفی شده پس هر 2 منفی هست. این 2 عدد یکی منفی 2 یکی منفی 5 که ضربشان 10 مثبت و جمعشان منفی 7. همینجور که میبینید با علامتی که دارن کنار x نوشته شدن. حالا وقتی تک تک پرانتز ها رو مساوی 0 قرار میدم، یه بار x2 و یه بارم 5 به دست. روش تجزیه در حقیقت ما قبلا هم ازش استفاده کردیم. همون حالتی که c مساوی 0 بود در حقیقت با روش تجزیه حل شد. بنابراین میشه بگیم یکی از مواردی که در معادله درجه دوم تجزیه به ما کمک میکنه همون حالت c مساوی 0. در اون موارد ما از x فاکتور میگرفتیم، یعنی با فاکتورگیری عبارت تجزیه میکردیم. فاکتورگیری یکی از روش‌های معروف و در حقیقت بگیم روش‌هایی که در اولویت قرار میگیرند هست. و اما روش ریشه‌گیری، اگر در یک معادله‌ای که درجهش بیشتر از یک فقط یک جمله از جنس مجهول داشته باشیم، عدد ثابت به طرف دوم انتقال میدیم، طرفین به ضریب این مجهول تقسیم کنیم، از طرفین ریشه‌گیری میگیریم. x2 منهای 49 مساوی 3. 49 میبرم طرف دوم. x2 ضریبی نداره پس احتیاج به تقسیم ندارم، از طرفین جذر میگیرم. این که میگم ریشه‌گیری یعنی یا جذر یا کعب یا هر به اصطلاح رادیکالی که فرجه بزرگتر است از یک داره. در حقیقت حداقل فرجه یک رادیکال باید 2 باشه. برای رادیکالی که فرجه 2 داره اصطلاح جذر استفاده میکنیم. برای رادیکالی که با فرجه 3 هست اصطلاحاً کعب استفاده میشه. و دیگه برای بقیه فرجه ها اسم نداره، این که کلی میگیم ریشه‌گیر میگیریم. مثال دوم x علاوه 5 به توان 2 منهای 3 مساوی 0. دقت کنید اگر عبارت به این صورت باشه لازم نیست پرانتز تغییری توش ایجاد کنیم، یعنی به توان 2 برسانیم. اگر در معادلات پرانتزی وجود داشته باشه ما موظفیم پرانتز برداری کنیم، مگر زمانی که کل پرانتز به عنوان مجهول بشه در نظر بگیریم. مثل همین مثال من x علاوه 5 به توان 2 کلن به عنوان مجهولم تصور میکنم.
معلوم مجهول میکنم، از طرف این جذر میگیرم، طرف اول میشه x به علاوه 5، طرف دوم میشه مثبت منفی رادیکال 3. یه بار x به علاوه 5 مساوی رادیکال 3 قرار میدم، یه بار مساوی منفی رادیکال 3، x از هر دو به دست میاد. مهمترین روش مربع کامل کردنه. تو امتحان اولا حتما لااقل یک سوال به این شکل که این معادله رو با این روش خاص حل کنید مطرح میشه و یکی از روش ها حتما مربع کامل کردن. یعنی یه سوال قطعی این درس داره تو امتحان. یه معادله معرفی میکنم، از شما میخوام با روش مربع کامل کردن حل کنید. روش مربع کامل کردن خیلی ساده است، چون به صورت الگوریتمی قدم به قدم قابل بیانه. قدم اول تقسیم طرفین به ضریب x2، قدم دوم انتقال عدد ثابت به طرف دومه، مرحله سوم افزودن مربع نصف ضریب x به طرفه. یعنی ضریب x درجه اول هرچی بود نصف میکنیم، به توان 2 میرسانیم، این عدد به دو طرف اضافه میکنیم. قدم سوم تبدیل عبارت طرف اول به یک پرانتز درجه دوم. قدم چهارم گرفتن جذر از طرفه و قدم آخر حل معادلات به دست آمد. ببینید 5x دو منهای 20x برابر 15 مساوی 0 اول طرفین به 5 تقسیم کردم. این مرحله اول. مرحله دوم 3 به طرف دوم انتقال داده شده. مرحله سوم ضریب x درجه اول منفی 4 نصف کردیم شده منفی 2. چون منفی 2 به توان 2 با 2 به توان 2 فرقی نمیکنه، اینی که نوشتم به طرفین 2 به توان 2 اضافه میکنیم، یعنی به طرفین 4 واحد اضافه میکنیم. طرف اول شده یک مربع کامل، پرانتز باز میکنم، جذر جمله اول، علامت جمله دوم و جذر جمله آخر مینویسم. برای پرانتز توان 2 میذارم، طرف دومم که شده 1، از طرف این جذر میگیرم، x منهای 2 میشه مثبت منفی 1، یه بار x منهای 2 با 1 گرفتم که x 3 و یه بار با منفی 1 گرفتم که x شده 1. و اما آخرین روش استفاده از دلتاست. اولا دلتا یک عبارت هست. اگر ضریب x درجه اول به توان 2 برسانیم، منهای 4 برابر حاصل ضرب a و c کنیم، به این عدد دلتا گفته میشه. یعنی دلتا مساوی با b دو منهای 4 آس. اگر دلتا حساب شد و منفی بود، هیچ ریشه ای نداریم، نوشتم نات رود، در حقیقت ریشه ای نیست. چون تو این نرم افزار متاسفانه فارسی قابل تایپ نیست، ناچار شدم به صورت انگلیسی بنویسم، ریشه نداریم. اگه دلتا مساوی 0 باشه، معادله دو ریشه مساوی یا اصطلاحاً یک ریشه مضاعف داره و این ریشه مضاعف نسبت منفی ب به 2 برابر آست. اگه دلتا مثبت باشه، دو تا ریشه متمایز داریم که از این دستور به دست میاد خط کسری قرینه ب، یه بار به علاوه رادیکال دلتا بخش بر 2، یه بارم با منها میگیریم، منهای رادیکال دلتا بخش بر 2. پس ببینید با محاسبه دلتا میشه حد زد، یعنی تعیین کرد به طور قطع که معادله دارای ریشه هست یا نه. منفی باشه ریشه حقیقی نداره، صفر باشه یک ریشه مضاعف داره و اگه مثبت باشه دارای دو ریشه متمایز. مثال معادلات زیر را حل کنید. معادله اول دقت کنید، x2 منهای 3x به علاوه 9 مساوی 0. ضریب x درجه اول به توان 2 رساندم، منهای 4 برابر حاصل ضرب a و c کردم. جواب شده منفی 27. ادامه نمیدم، میگم این معادله ریشه نداره. مثال دوم، ضریب x درجه اول به توان 2 رساندم، منفی 4 برابر حاصل ضرب a و c کردم. دلتا شده 3. اعلام میکنم هر دو ریشه مساوی هستند.
و مقدارشان از دستور قرینه ضریب x به 2 برابر ضریب x2 به دست میاد که وقتی قرینه ضریب x به 2 برابر ضریب x رو تقسیم کردم شده یک. اینجا میگم معادله دو ریشه مساوی داره یا یک ریشه مضاعف داره. و مثال آخر باز ضریب x درجه اول به توان 2 رساندیم منهای 4 برابر حاصل ضرب a و c کردیم. دقت کنید منهای 4 به توان 2 شده 16. اونجا هم یه منفی کنار 4 هست یه منفی کنار 1. ضرب دوتا منفی میشه مثبت، اشتباه نکنید. دلتا شده 36 مثبت 2 تا ریشه داریم. یه بار باید قرینه ضریب x با جذر دلتا جمع کنم به 2 برابر ضریب x رو تقسیم کنم که اینجا 1 و یه بار قرینه ضریب x درجه اول منهای جذر دلتا کنم باز به 2 برابر ضریب x رو تقسیم کنم که میشه منفی 1/5. این معادله اگه دقت کنید جمع a b و c صفر بوده. قبلا یاد گرفتیم وقتی جمع a b و c صفر میشه یه ریشه یه ریشه c بر آست. یعنی اگه از دلتا هم استفاده نمی کردیم میشد بفهمیم یکی از ریشه ها یکی هم منفی 1/5. این مسئله نشان میده که تمام نکاتی که از قبل یاد گرفتیم قابل استفادهن ولی میشه همه کنار گذاشت فقط از دلتا در تمام موارد استفاده کرد. حالا چرا اون موارد یاد میگرفتیم؟ چون اون موارد به کار ما سرعت میداد و خیلی سریع جواب معادلات به دست می آمد. استفاده ازشان اجباری نیست، به کار سرعت میده.